دوستان عزیز، به کانال آیجی مدیا خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با یک برنامه و یک داستان جالب از گوشه ای از کشور عزیزمون ایران به نام شبی که کپر ایستاد. شبی که کپر ایستاد. ساعت رو کسی نمیدونه. اینجا زمان با سرما و گرسنگی سنجیده میشه، نه با عقربه. باد از دل بیابون میاد، بادی خشک، سرد، خشمگین. کپر این خونه فقیر با هر وزش باد ناله میکنه. صدای چوبها، صدای طناب‌هایی که دارن تسلیم میشن. باران شروع میشه، نه آرام نه مهربون. قطره‌ها مستقیم از سقف کپر پایین میریزن. زمین خاکی گل میشه، پتو خیس میشه، سرما میدوه توی استخون. اینجا یکی از روستاهای فراموش شده سیستان و بلوچستانه. اینجا زندگی ساده نیست، سخته، خیلی هم سخت. یک زن تنها که سرپرست خانواده است با 3 فرزند کوچک. وسط کپر نشسته، یه مادر، یه دنیا برای 3 بچه. پدر نیست، سالها نیست. پدر برای کارگری به شهرهای دیگر رفته تا یک لقمه نون در بیاره و سر سفره این زن و 3 فرزندش بیاره. با فقر و با تقدیر و هرچی که بوده اونو تنها گذاشته. 3 بچه کوچیک لاغر با چشمایی که زودتر از سنشون غم رو یاد گرفتن. اولی از خواب میپره، دومی گریهش میگیره، سومی تو تب میسوزه. باد سقف کپر رو تکون میده، یه تکون شدید. انگار میگه دیگه تمومه. زن میپره وسط، قد خم میکنه، دست میذاره زیر سقف، انگار با دست خالی میخواد دنیا رو نگه داره. سرما دستاشو میسوزونه اما رها نمیکنه. زیر لب با صدایی که از بغض میلرزه میگه یا خدا، تو رو خودت بچه های منو نگه دار. بچه ها بهش نگاه میکنن، نه به کپر، نه به بارون، به مامان. چون وقتی مامان هست دنیا نباید بریزه، حتی اگه سقف کپر داره میریزه. زن بچه ها رو جمع میکنه تو بغلش، پتوی خیس رو میکشه رویشون، خودش میمونه بیرون. سرما مال خودش، گرما مال بچه ها. باد شدیدتر میشه. تناب یکی از ستونها شل میشه. سقف یه لحظه کج میشه. زن دیگه اشکش در میاد، نه از ترس خودش، از ترس اینکه اگر بریزه بچه ها کجا بخوابن. نه جایی دارن، نه کسی. اون لحظه نه پول میشه، نه دنیا. فقط این دعا، فقط امشب